اگه همین الان بازیکن‌های لیورپول رو از تیمشون اخراج کنیم قراره به چه تیمی برن؟ خب اول از آلیسون بکر شروع می‌کنم که انتخاب خیلی خوبی داشته و رفته به بایر مونیخ. مامارداشیره که اولش عملکرد ضعیفی توی لیورپول داشت ولی رفته عملکردش داشت خوبتر میشد، رفته به ناپولی. میروس کرکز برگشته به لیگ انگلیس اما رفته به آرسنال. الکساندر ایساک بهترین انتخاب ممکن رو داشته و رفته به رئال مادرید. هوگو اکیتیکه هم که بازیکن آزاد مونده. فلوریان ویرتز که عملکردش توی لیورپول خیلی ضعیف بود، بازیکن آزاد مونده و هیچ تیمی گردن نگرفتتش. اما ویرجیل فان دایک مدافع مستحکم تیم لیورپول رفته به بارسلونا تا در مقابل همتیمی قدیمیش الکساندر ایساک بازی کنه. ابراهیم کناته هم که به خواستش رسید و رفته به رئال مادرید تا همبازی الکساندر ایساک بشه. انگوموها جوان آینده‌دار لیورپول رفته به اف سی متس فرانسه. گروانبرگ پول کلمبیا گرفته و رفته به پاریس سن ژرمن. جرمی فرینگپونگ رفته به آتالانتا. محمد سلام هم که تازگی داشت از لیورپول می‌خواست که خداحافظی کنه توی بازیکن‌های آزاد قرار داره و هیچ تیمی به سراغش نیامد. دومینیک سوبوسلای هم هافکی که کل لیورپولیا دوستش دارن بازیکن آزاد قرار داره و هیچ تیمی به سراغ ایشون هم نیامد. آخرین بازیکنمون کودی خاکپو که برگشته به لیگ انگلیس اما رفته به استون ویلا. اگر از این نوع محتوای چالشی و کریر مود اف سی 26 خوشت میاد ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید.